اتفاقی که اینجا افتاد، حالا شاید توی فیلم مشخص نبود، این بود که ما حد فاصل بازدید از آرامگاه فردوسی و رفتن به نیشابور که جزو اساسی ترین برنامه ما بود، یک در واقع اتفاقی رو هم رقم زدیم تو شهر میانی بین مشهد و نیشابور. در واقع در میانه راه شهر جدیدی هست به نام شهر بینالود که ما در واقع برای یک استراحت کوتاه، نماز، ناهار و در واقع مخصوصا ناهار اونجا یه استاپی داشتیم، یک ایستی داشتیم چند ساعته که در واقع همون کمپینی رو که توی بحث پراگ آقای عرفانیان و آقای شریف راه انداخته بودن و حالا توی فیلم هم هست، اونجا دوباره رقم زدن با حضور 116 تا راهنمای گردشگری که داشتن که حالا خودشون احتمالاً بیشتر توضیح میدن در مورد این کمپین کامپ تو ایران که اونجا خب اتفاق خوبی افتاد و خیلی تصاویر زیبایی ما تونستیم ازش بگیریم. کامپ تو ایران؟ کامپ تو ایران قبل از هر چیز اسم فیلمی بود که ما در پراگ نمایش دادیم. این فیلم رو جای مسیح شریف خالی هست اینجا. مسیح بسیار زحمت کشید هم در ساخت این فیلم و هم در ارائه‌ای که اونجا انجام شد. مسیح انجام این ارائه رو بر عهده داشت ولی خب الان تهران نبود و ما نتونستیم در خدمتش باشیم. فیلم کامپ تو ایران اونجا به نظر من یکی از ارکان موفقیت ایران بود، جدا از تلاش‌های بسیاری که صورت گرفت. بعد همین ایده گسترش پیدا کرد در قالب کمپین. فکر کنم توی برنامه قبلی آرش صحبت کرد. خوشبختانه این کمپین پیش رفته، بسیاری از مردم به ما پیوستن. این کمپین به این صورت هستش که ما در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی رو از خودمون منتشر می‌کنیم. مردم ایران از مردم دنیا دعوت می‌کنن تا به ایران بیان. به این صورت هست که به زبانی غیر از زبان فارسی، به هر زبانی که به هر زبانی که در کشورهای دیگه هست، مردم یک پیغام کوتاه رو میگن، یکی از ویژگی‌های ایران، یکی از جاذبه‌های ایران، به یک چیزی استناد میکنن و بعد عبارت کامپ تو ایران رو به همون زبان میگن. حالا اگه انگلیسی باشه همون کامپ تو ایران رو میگن، زبان‌های دیگه همون ترجمه کامپ تو ایران. و خوشبختانه این پیش رفته و در شهر جدید بینالود ما با حضور نمایندگان گردشگری استان‌های مختلف زیر چتر پرچم ایران با 106 چتر که رنگ‌های پرچم ایران رو داشت، ما عبارت کامپ تو ایران رو که کام عدد 2 ایران هست، این عبارت رو ترسیم کردیم و این کمپین واقعا نیاز به حمایت بیشتر داره. ما دعوت می‌کنیم از مردم که بیان در این کمپین حضور پیدا بکنن. مطمئناً همراهی همه مردم منجر به این خواهد شد همونطور که ما تو پراگ یه جمع 8 نفره تونستیم روی ذهن چند صد نفر اثر بذاریم. مطمئنم که همراهی همه مردم ایران باعث خواهد شد که ذهن مردم دنیا رو آروم آروم تغییر بدیم. ان شاء الله.